این موزی گوش حیات ما بود، برگای پهنا بزرگی داشت. پاییز شد و زمستون شد، خزو موزیو گرفت. موزی خوش شد. با محمد مجید تصمیم گرفتیم که موزیو ببریمش تو حیات پایین. از دست به کار شدم و از گل بردمش بیرون و خاکاشو تکندم و بردمش طبقه پایین. بردم با هزار مشقت اونا نشوندمش و صبر کردم که ببینیم چی میشه. روزها صبر کردم، ماها صبر کردم، ولی موزی خوش بود. تا اینکه حدوداً 1 ماه پیش دیدیم که موزی سبز شده. نه تنها سبز شده بلکه بچه هم آورده. موزی سبز شده بود، بچه آورده بود و هر روز قشنگ تر میشد. موزی 1 بر داد، روز بعدش دید 2 تا بر داره میده، 3 تا بر. الان موزی و بچهش هر روز قشنگ تر میشه. این موزی گوش حیات ما بود، برگای پهنا بزرگی داشت. پاییز شد و زمستون شد، خزو موزیو گرفت. موزی خوش شد. با محمد مجید تصمیم گرفتیم که موزیو ببریمش تو حیات پایین. از دست به کار شدم و از گل بردمش بیرون و خاکاشو تکندم و بردمش طبقه پایین. بردم با هزار مشقت اونا نشوندمش و صبر کردم که ببینیم چی میشه. روزها صبر کردم، ماها صبر کردم، ولی موزی خوش بود. تا اینکه حدوداً 1 ماه پیش دیدیم که موزی سبز شده. نه تنها سبز شده بلکه بچه هم آورده. موزی سبز شده بود، بچه آورده بود و هر روز قشنگ تر میشد. موزی 1 بر داد، روز بعدش دید 2 تا بر داره میده، 3 تا بر. الان موزی و بچهش هر روز قشنگ تر میشه.